پس هر کس به خدا امیدوار باشد باید امید او در کردارش آشکار شود. چه می شود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست؟ به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟